اولین بار که حس کردین که باید اینفلوئنسری رو شروع کنین یا باید کانتنت کریاتور شوین چه وقت بود و چی حس باعث شد که شما این کار شروع کنین؟ خب از بیکاری زیاد، از استرس زیاد که در پاکستان بودیم نمیفهمیدیم که چی کنیم. دیگه باز یک ویدیو ثبت کردیم و ویدیو وایرل شد. بعد از او باز خواستیم که ویدیو را زیاد کنیم، نشر کنیم. هر کسی که در افغانستان تیک تاکر هستن تیمایشون یک جای شدن، میبینیم یکی از یک تیم میره در دیگه تیم میره، یکی از یک تیم میره در دیگه تیم میره، از ما رقم نیست. توشون زیاد میباشه. هیچ برنامه از این بچهای تیک تاک هسته به خصوص خودمون برنامه را خودمون نمیسازیم. کلی برنامه کپی هسته. هر ویدیویی را که ثبت میکنیم مثال 400 500 هزار 5000 10000 کامنت را که میخوره، از این 10000 کامنت حتما 2000 3000 یا 5000 اش دوست. فالوور انسان شخصیت انسان نشان میده. بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان. به نام دوستی، به نام لبخند، به نام تمام حرف‌هایی که هنوز شنیده نشدن. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بیننده‌های عزیز فراز، به ویژه برنامه بزم رفاقت. امید در هر جایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. امروز یک مهمان ویژه داریم، شخصی که شما با چهرهش آشنایی کامل دارین و در صفحات مجازی نامخدا فعالیت‌های بسیار زیاده داره. آقای خسرو الماس، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. سلام عرض ادب خدمت شما و بیننده‌های شما در هر کجایی که در هر گوشه افغانستان که هستن، خوش آرام و سربلند باشن. الماس جان، نامخدا با چهره شما که همه بیننده‌های ما آشنایی دارن، مطمئن هستم. میشه خسرو الماس را که بیننده‌ها نمیشناسه و بیننده‌های ما معرفی کنیم؟ خب طبعا این مجازی است. کسایی را که دادم کامرا میبینین و کس نیستن. در پشت کامرا کس دیگه هستن. دیگه با مو خاطر ما کستیم دادم کامرا یک رنگ هستیم، اما در پشت کامرا دیگه رنگ کامرا وسی شوه، شخصیت ها فرق میکنه. بله. میشه از دوران کودکیتان به ما بگوین که چی تا کودکی داشتین شما؟ کودکی خوب بود. از چی لحاظ؟ بعضیا کودکی مثلا خیلی دشوار می داشته باشه، بعضی کودکی مثلا راحت می داشته باشه، در آسودگی می باشه. کودکی شما چی رقم بود؟ خب طبعا دیگه این افغانستان است. هیچ آسودگی نیست در این افغانستان. آرامی نیست. هر کس یک مشکل داشته در زندگی خود. دیگه طفولیت ما با مشکلات سپری شده. بسیار خوب. بله. اولین بار که حس کردین که باید اینفلوئنسری رو شروع کنین یا باید کانتنت کریاتور شوین چه وقت بود و چی حس باعث شد که شما این کار شروع کنین؟ خب از بیکاری زیاد، از استرس زیاد که در پاکستان بودیم نمیفهمیدیم که چی کنیم. دیگه باز یک ویدیو ثبت کردیم و ویدیو وایرل شد. بعد از او باز خواستیم که ویدیو را زیاد کنیم، نشر کنیم. گفتین که در پاکستان بودین. پاکستان روزگار چطور بود؟ آیا پاکستان بهتر بود یا فعلا که در افغانستان هستین؟ از لحاظ زندگی روزمره مردم؟ روزمره پاکستان خوب بود. پاکستان بهتر بود. جان. یعنی اونجا عاید نظر به افغانستان بهتر بود؟ خب عایدش هم نه، همی که مردم آزار اذیت نمیکرد، همیشه هر چیز است. بله راست میگین، واقعیت است. اولین باره که از صفحات مجازی شما درآمد کسب کردین او چی زمان بود و چی حس داشتین که از مثلا زحمت خود به اولین بار پول به دست آوردین؟ اولین بار که ما تبلیغات کردیم در پاکستان بود که یکی از دوستا خواستن از یکی از اپلیکیشن ها رو تبلیغاتشون کنیم. اولین تبلیغات ما بودک در پاکستان که خواستن برشان ویدیو ثبت کنیم. ویدیو ثبت کردیم، باز از نیشه برای ما روان کردن. ما وقت خنه نمیفهمیدیم که تبلیغات چه قضیه نداره، چه خنه نداره، نمیفهمیدیم. باز بعد از که افغانستان آمدیم تبلیغات ها رو زیاد کردیم. الماس جان، هر کس در زندگی خود حتما یک پلان بی داره. مثلا میگه این کار نشد این کار. اگر شما اینفلوئنسر نمیشدین کدام شغل را پیش میگرفتین؟ خب ما پیش از اون که دی مجازی بیم شغلای دیگر داشتیم. شرکت ساختمانی داشتیم دیگه در پولی از او یکی از ما کارهای ساختمانی را میکردیم دیگه، شرکت هم داشتیم، کارهای آزاد هم میکردیم، دکان هم داشتیم. میشه گفت که سوشال میدیا یا صفحات مجازی شغل اولتون است یا دوم؟ نه، شغل دوم. شغل دوم. یک بخش از زندگی ما، یک سرگرمی از دیگه. بله. تایم زیاد را برش نمیتیم. خدا در مدت زمان خیلی کوتاه تونستین که خیلی شهرت زیاد را هم کسب بکنین. در پولی که شغل دومتون هم هست.
بله دقیقاً. از این بگوین که بزرگترین ترس زندگی شما چی است؟ بزرگترین ترس زندگی ما همی است که ترس از دادن فامیل 100% واقعا. که از اعضای خانواده را از دست ندهیم. کدام اتفاق در زندگیتان خیلی رویتان تاثیر گذاشته که هیچ وقت یادتون نمیره؟ یعنی شخصیت امروزتان ساخته؟ یک اتفاق خیلی مهم افتاده باشه در زندگیتان. ما روزای بد را زیاد دیدیم. ما در این پاکستان 3 سال را که در پاکستان تیر کردیم. همین سال اولش خوب بود، همین سال دومش بسیار یک سال سخت تیر شد. بسیار سر ما بد تیر شد. همون سال دوم پاکستان سر ما دیگه همون سخت‌ترین زمان همون زمان بود در پاکستان. بیاین بیشتر وارد از این شویم که شما گفتین که یک ویدیو ساختین و وایرال شد و تصمیم گرفتین که شروع کنین کانتنت کریئتوری را. بیاین بیشتر وارد شویم چی اتفاقات افتاد، بیشتر اگر روی جزئیاتش بریم و ما توضیح بدین که اولین ویدیوتون در مورد چی بود، کیها بودین در ویدیو و چطور شد که ویدیو وایرال شد. در ویدیو ما و سنا جان بودیم. 2 نفر ویدیو را ثبت کردیم. اولین ویدیو مامو ویدیو بود. ویدیوی فنی گرفتیم که یک ویدیو رو دیده بودم. مامو رو سنا جان گفتیم بیا یک ویدیو ثبت کنیم. گفت نه نمیکنم. ما گفتیم بیا تو بازی که باز همون ویدیو رو ثبت کردیم. پورا که ثبت کردیم شب اپلودش کردم. صبح که خیستم تقریبا 37,000 ویو خورده بود. بسیار زیاد خوشحال شده بودم. سنا را گفتم بخیر که او از خواب بیدارش کردم. حس خوب داره. بله یک حس خوب داره. باز از خواب بیدارش کردم. گفتم این ویدیو این قوی خورده. باز بعد از او شروع کردیم. یک هفته کم زیاد ویدیو ثبت کردیم. بعد از او یک دوست دیگه ما را خواستیم و یک سریال ثبت کردیم به نام مسافر. بله دیگه باز بعد از او آستا یک ماه 2 ماه تیر شد که ویدیوهای ما در وقت کم تا میلیون ویو گرفت. ماشاءالله. در وقت کم تا میلیون ویو گرفت. هر ویدیویی را که پست میکردیم 4 لک 5 لک 6 لک تا 1 میلیون ویدیویی که 1 لک 1.5 لک تا 2 لک ویو میخورد رایت میکردیم. میفتیم نه ویو نگرفته وایرل نشده. حالا شرایط کابل که میبینیم افغانستان آمدیم حالا میگیم 2 لک 3 لک و 4 لک میگیره برای ما صحیح است. بله. تیمی که فعلا شما کار میکنین ویدیو میسازین آیا تیم از اول بود یا با مرور زمان این تیمتون شکل گرفت؟ خب از اول ما و سنا جان که شروع کردیم باز نصرت جان همراه ما یک جای شد. نصرت جان گفتیم نمیشه که تو نبی کردم ما دیگه باز همین 3 نفر بودیم در پاکستان. یکی برادر خاردم سلیمان جان در پاکستان همراه ما در ویدیو می آمد دیگه. همین تیم کاری ما که هسته ما 4 برادر هستیم. دیگه 2 دانه بچه های همیم هست که فعلا در تیم آمدن دیگه. پیش از او همین 4 برادر بودیم. بیگانه ایت نبود. بیگانه نبود. بله. یعنی کار برادرها رو آدم راحت‌تر رو میتونه ویدیو بسازه. بله. هر تیم جدا شوه. هر کسی که در افغانستان تیک تاکر هستن تیمایشون یک جای شدن. میبینیم یکی از یک تیم میره دیگه تیم میره یکی از یک تیم میره دیگه تیم میره. از ما رقم نیست. از ما فقط اگه قارم شویم قارنازم کنیم سر یکی دیگه میچله. باز همون برادر هستیم. همون ثبت هستن. 100%. خسرو جان در افغانستان معمولا اگه آدم بخواد بره سمت رسانه سمت صفحات مجازی معمولا خانواده ها یک کم سختگیری میکنن که مثلا نرو فلانی گپا. خودت وقتی که شروع کردی یا برادرت وقتی که شروع کردن کانتنت کریئتوری را آیا خانواده حمایت کرد یا مخالفت کردن؟ خب خانواده که هستن نمیخواین که اولادایشان در کدام جنجال بره. با مو خاطر اول خب نمیمانن چون شرایط افغانستان یک ذره دشوار سخت از افغانستان ویدیو ثبت کردن گشتن دیگه. با مو خاطر اجازه نمیدادن. باز ما هم افغان هستیم شلگیری یاد داریم کار رکن نکنن باز شلم میشیم. خانواده های افغانی اولا خیلی سختگیری میکنن میگن نه باز آخر دلشان نرم میشه برو خیرت کنین دل بچه نشکنه. دلشان میگه نشکنه. خسرو جان در هر کار که آدم نو شروع میکنه 100% چالش های خود را داره مخصوصا در افغانستان. من روز اول که رسانه رفتم وارد رسانه شدم جلوی کامرا واقعا استرس میگیره دست و پای میلرزید نفسم بند میآمد. یعنی مشکلاتی که از ما بوده براتون میگم. شما اولین باری که مثلا شروع کردین به ویدیو ساختن یا میشه گفت که سخت ترین دوران که شما ویدیو میساختین کدام دوره بود؟ واقعا اس کردین که خیلی چالش بزرگ است. 2020 بود که ما ویدیو میرفتم ثبت میکردم. وقت ویدیوی فنی چی ثبت نمیکردم. فقط قصر دارالمان
قصر دارالمان و باغ چلستون اونجا میرفتم ویدیو ثبت میکردم، فقط خواندن میکردم. بازی را من داختم 300 400 500 نفر میدید خوش میشه 5 600 نفر مرا میشناسه دیگه. باز با مرور زمان ایلاش کردم تا زمانی که پاکستان رفتیم. پاکستان 1.5 سال در پشاور بودیم. بعد از اینکه از پشاور در اسلام آباد رفتیم یگانه ویدیو را که پیشتر براتون یادآور شدم اون را ثبت کردم. باز بعد از او دیگه ویدیو را شروع کردیم. ویو خورد 37,000. باز بعد از ویدیوهای فنی تنزشان خودمون انتخاب میکردیم سوژهشونه دیگه، با ثبتش میکردیم پست میکردیم، ویو خوب میخورد. در بسیار وقت کم شهرت زیاد کسب کردیم. ماشاءالله. بله من دیشب فکر کنم بود ویدیوهایتون میدیدم. بعضی ویدیوهایتون مخصوصا بخش اسلامی که شما میسازین بله وقتی کلا تا آخر میره واقعا اشک شما آدم جاری میشه. کی اسکریپت مثلا برنامه رو مینویسه که هم وایرال میشه و هم ویدیو است که واقعا ارزش 10 بار دیدن داره؟ خب اگر بعض دوستای ما هستن که در یگان برنامه میرن از راست کده دروغشان زیاد میباشه. هیچ برنامه از بچهای تیک تاک که هسته به خصوص خودمون برنامه را خودمون نمیسازیم. کلی برنامه کپی هسته. هیچ تو برنامه یگان تا که از دل خود بسازن یا بسازیم دیگه در غیر از زو 80% از زو برنامه کپی است از هندستان، پاکستان، اولین تیک تاکر است که بله خب دروغ بگی صفحات مجازی هستن مردم میبینن دیگه این رقم هسته. هیچ کس از دل خود نمیسازه. بسیار که بسازن یک 20% از خود 80% از مجازی هسته، کپی هسته. خسرو جان بعضیا امروزه اگه بخواین صفحات مجازی را شروع کنن، بخواین ویدیو بسازن و پست کنن، یگانه ترسشان این است که بخش کامنت ها، چون مردم افغانستان نام خدای کمک زبانشان تند است، بخش کامنت ها خیلی مثلا فحاشی میکنن و حرفای منفی میزنن. ترسشان هم است که مثلا اگه ما برم شروع کنم کامنت های خیلی منفی بگیرم. شما چطور کنار آمدین با کامنت های منفی؟ چون هیچ امکان نداره که آدم با کامنت های منفی طرف نشه. خب روزای اول بوده که ما ویدیو ثبت میکردیم مردم کامنت میداد تاجل کده برشان در شخصی مسیج میکردیم چرا برادر یا این رقم است یا رقم است یا بس میکردیم یا کدام گپ دیگه. آل بیخی برام عادی شده به خاطر که یک نفر ده نفر نیست. هر ویدیویی را که ثبت میکنیم مثال 400 500 هزار 5000 10000 کامنت را که میخوره از این 10000 کامنت حتما 2000 3000 یا 5000 دو است. من نمیشه که 5000 نفر بس کنم که 5000 نفر دعا کنم یا جنگ کنم. شخصیت خود نشان دیگه هر کس شخصیت خود نشان میده. تا حالا شده که مثلا کلا بخوای رها کنی دلت بزنه بگی بس از دیگه نمیخوایم ادامه بدم؟ خب یک 3 ماه 4 ماه گذشته که تیر شد ما بخیم ویدیو را کم کردیم. اگه دیده باشین در صفحات مجازی ما روزانه روز 4 تا 5 تا ویدیوی نو می ساختیم پست میکنیم. دی آخرا تقریبا 4 ماه میشه 4 5 ماه میشه که ویدیو را بخی کم کردیم. اگه ما فعالیت سابق رو می داشتیم، فعالیتی که در پاکستان داشتیم اگه می داشتیم شاید فالوور ما خیلی زیاد می بود دیگه. با ما خاطر ما خیلی کم کردیم. دوستا هستن واسه تشویق کردن کفشانی صاحب دیگه دوستای لال جان خیلی تشویق کردن تا که پس دوباره ما فعالیت ها رو زیاد کردیم. نه فعالیت ها رو کم نکنیم باز علاقه‌مندا خفه میشن چرا ویدیو نذاشتین. پیشتر از کامنت ها یاد کردیم تا حالا بدترین کامنتی که البته قابل گفتن باشه دریافت کردین و خیلی عصبانی شدین کدام کامنت بوده و چی گفته در مورد شما؟ خب کامنت ها کجا کامنت خوب میته که ما وارد یاد کنیم یاد نمیشه. کامنت ها میتن که در زندگی خود کس نشنیده باشه. اون رقم کامنت ها که هیچ ما میگم چی رقم دو است که پیدا کردم حال دوباره میده و ما نشنیدیم همون رقم دو میزنن. بله خب یعنی قابل گفتن نیست دیگه. قابل گفتن نیست هیچ خوبی. جالبی اینجاست که بعضی ها را که ما دیده مثلا در صفحات مجازی خود راحت احساس میکنه مثلا دعوا میزنه یا فوش میده وقتی که در نزدیکی ببینی اصلا اون آدم نیست. بعضی ها را تا جایی که روانشناسا میگه در زندگی واقعی گفتن نمیتونن کل عقده خود در سوشال میدیا خالی میکنن. واقعا همین رقم است. کل مجازی همین رقم است. خیلی بیا از این بگوییم که بهترین پیامی که دریافت کردین و خیلی براتون انگیزه داده کدام پیام بوده؟ یک ویدیوی اسلامی بوده که ثبت کردیم. ویدیو بسیار وایرل شد. در صفحه 1,012,000 کم زیاد ویو گرفته بود. یکی از ایرانیا برای ما مسیج کرد که
این ویدیویتون بسیار یک ویدیوی خوبش بود. یکی از ایرانیای ما گفته که نماز نمیخوانده، بیخی از چوکات مسلمانی بیخی دور بوده. فکر این ویدیوتون ما دیدیم دیگه او ویدیو را دیده بوده بسیار گریان کرده، رفته وضو کرده، نماز خوانده. ماشاءالله. بازو مرا بسیار خوش ساخت. یک روز او گفت میخوای امروز گپ بزنه. یک روز درست تیر شد، 2 روز بعد در اینستاگرام برای من مسیج کرد شماره تان روان کنید. شماره رو برشان روان کردم. باز در واتساپ برای من زنگ زد، امروزشان صحبت کردم. گریان میکرد، میگفت خب بالله قسم است که من تا حال نماز نخوانده بودم، ویدیوی دیدم یکی قلب من آرام ساخت. دیگه نماز شروع کردیم، همین رقم ویدیو بساز. دیگه خیلی خوشحال شدم که یک نفر یک پن گرفت یا سر نماز آمد، اما برای من همه چیز است. واقعا این صدقه جاریه هم میشه گفت. بله. چون خیلی هایی را میبینه و از برکت شما و سر نماز میان، واقعا یک ثواب است که به شما را ثواب. بله به شما. اگر به عنوان آخرین سوال در این بخش برنامه، اگر دوباره بخواین از اول شروع بکنین کدام اشتباه را تکرار نمیکنین؟ اول ایده مجازی دیگه نمیم. همین اشتباه را میکنم که در مجازی دیگه نبیم، چون وقتای اول بسیار شوق داشتم که در مجازی بیم، شهرت داشته باشم، کل مردم بشناسیم. حال خداوند جل جلاله شهرت ادا، شکر گزار هستم از خداوند، اما خیلی مردم اذیت میکنن، خیلی آزار میدن. از دادم روی ما تیر میشه، دادم روی ما دو میزنه. مجبور هستیم چوب باشیم. اون اگه غیرت کنیم بزنیم یک جنجال دیگه جور میشه. چند نفر آدم خدا بزنه. یک دقیقه گفتی بابا جانو میگه یک دقیقه غفلت سالا پشیمونی. نگمو خوب است که بگذری گذشت کنی. واقعا از مردم خواهش میکنم که وقتی که یک شخصیت را یا یک آدمی که مثلا تلاش بیشتر کرده از اونا کده در روی سرک یا در بازار میبینن، کوشش کنن اگر مثلا احترام قائل نمیشن فوشان نکنن. خب بینده های عزیز، حرفای جالب همچنان با خسرو جان باقی مانده. یک میان برنامه کوتاه داریم و زود بعد میگردیم. دوباره خوش برگشتین بینده های عزیز. خسرو جان را همچنان با خود داریم، حرفای جالب را همراه ایشان خواهیم داشت. خسرو جان خسته که نشدی؟ نه خدا نکنه. قبلترها هم اشاره کردیم به این موضوع، شهرت بیشتر دردسر میاره یا خوشبختی؟ خب هم خوشبختی میاره هم دردسر میاره. و شما کدامش اتفاق افتاده؟ برای ما ردیش اتفاق افتاده. میشه بیشتر نکات مثبت شه چون منفیش گفتیم. منفیش گفتیم. خب ما یک فستیوال گودی پران بازی گرفته بودیم از طرف ویوو موبایل در قرغه. آنقدر مردم آمده بودن به دیدن ما که از حد اندازه زیادتر. باورتون نمیشه. چون تبلیغات چه خودمون کردیم، خیلی مردم اونجا آمدن، خوش گذشت برای مردمم، برای خودمم. آنقدر مردم عکس گرفتن که خودمون خسته شدیم، میگفتیم بریم که دیگه ناوقت شده، ناوقت میشه. گرچه آرزوی خیلی هست که بله. 2 نفر همراهشون عکس بگیره. حتی این پیروز یک دوست ما زنگ زده بوده که ما از ولایت آمدیم به دیدنتان، کجا هستیم که ببینم. دیگه خوشدار هم زیاد است، بدخواه هم زیاد است. بله. تالا تو طرفدارتان شده که در روی سرک شما را استاد کنه و با خوش بکشه؟ از هزاران بار هم زیاد. چی حس داشتین بود؟ خب یک حس خوش می داشته باشه انسان. 100% واقعیت است. در بین اشخاصی که در افغانستان تولید محتوا میکنن، شما کدامش خیلی دوست دارین و میخواین که یک روز همراهشون یک ویدیو بسازین؟ خب تا به حال همراه هیچ کس ویدیو ثبت نکردید. یک روز اگه بخواین مثلا یا ویدیوهاش تعقیب میکنین، دوست دارین که مثلا ببینین ویدیوهاشون؟ ویدیوهای بچه‌ای که فعالیت مثبت داره از کلشون دوست دارم ببینم. یعنی تو مشخص نیست که یک شنام بره؟ مشخص است. استاد شهرام بسیار ویدیوی خوبش میسازه. دیگه استاد جمشید رسا و مثل از دیگه دوستا هستن، دوستای دیگه ما هستن که شایق جان کفشانیشان، مبارز کفشانی یا لاله ایدری، دیگه دوستا واقعا بچهای زحمت کش هستن. بچهای زحمت کش هستن. به نظر خودت که تجربه خیلی داری در این بخش، بزرگترین اشتباه یک اینفلوئنسر چی میتونه باشه؟ محتوای خراب. یک سوژه را انتخاب کنی که
به مردم ضرر برسانه. تا حالا تو شده بخاطر جذب بازدید کننده یک تصمیم اشتباه بگیری؟ خب ما اول ویدیو را که میسازیم خیلی فکر میکنیم کدام نقطه منفی است. میبینیم که یک نقطه منفی هم باشه او ویدیو را ثبت نمیکنیم. قبلتر هم یاد کردی که خیلی از اشخاصی که مثلا پیش کامرا میاین شخصیتشون تا پشت کامرا فرق میکنه. به نظر تمام اینفلوئنسرها همین رقم است که هم پیش کامرا متفاوت است تا پشت سر کامرا، یا بعضی هست که واقعا چیزی که پیش کامرا است تمامش همین رقم است؟ تمامش همین رقم است. حالا بعضی دوستای دیگه ما هستن اولش استاد کینگ بسیار در مجازی خیلی امروی مردم خنده میکنه شوخی میکنه، اما در از نزدیک ببینی بسیار یک انسان با شخصیت، انسان خوب، انسان با اخلاق است. ما امرویشان دیدیم بسیار روی خوب کردن. واقعا چند دقیقه پیش ویدیوتون دیدم. بله، یعنی او چیزی که شکل مردم فکر میکنه کلا یک چیز متفاوت است. همین کامرا که آف شد فقط دیگه شخصیت اصلی است. متاسفانه مردم ما وقتی که یکی زحمت میکشه برشان که یک چند دقیقه لبخند به صورتشون بیاره فکر میکنه که مثلا در پشت کامرا هم همین رقم است، در حالی که او زحمت میکشه که تا شما رو بخندانه. خب بعض اشخاص هستن که امروی ما مسیج میکنه میگه تو چی رنگ شخصیت داری که این رقم ویدیو ثبت میکنی؟ چرا از خود یک شخصیت نمیسازی؟ اما در اصل نمیفهمن کی مجازی تا زندگی اصلی خیلی فرق داره. خب تو در زندگی اصلی امروی ما بشینی گپ بزنی اون وقت میفهمی که چی رنگ یک شخصیت داره. تو که از مجازی مرا میبینی در مجازی قضاوت کردن نمیشه. در مجازی و مرا قضاوت کردن کاراکتر فیلم است که در یک فیلم مثلا 10 نفر به قتل میرسونه، دلیل نمیشه که دنیای واقعی هم بله باشه. خسرو جان اگه یک روز کلا اینترنت قطع شوه برای ابد، البته چی است برای دست میته؟ من مال کسی که هم تولید محتوا میکنی هم جوانای امروزی که به اینترنت زندگی نمیتونن. خب بدون اینترنت هم 3 روز که اینترنت هم 3-4 روز ما نزدیک بود که کشور رو ترک کنیم بریم پاکستان. دیگه اینترنت به اینترنت خیلی ضرورت داریم، اینه که به خاطر مجازی خود ما، به خاطر کارهای دیگه ما، تنها این کار نیست که ما تنها یک بخش از زندگی ما است تیک تاک. دیگه بخشای زندگی هست که بدون اینترنت و بدون سیم کارت و زنگ و چیزا نمیشه. حالا کلگی عادت کردیم چشمت کواز میگنی اول اینترنت روشن میگنی که چی گپ است، تا که خوابش چشمتون کپوت میکنی اگه موبایل سعی میکنی که باش کدام مسیج نامده باشه کدام گپ نباشه. بدون اینترنت زندگی نمیشه. 100% واقعیت است. به نظر خودت آیا تعداد فالوور یک شخص میتونه ارزش او شخص نمایان بسازه؟ 100%. ما تقریبا 15 الی 20 روز صفحه فیسبوکم بند بود. فکر میکردم که کس مرا نمیشناسه، نیستم، وجود ندارم. یک رقم خدا اسم میکردم در جایی که میرفتم میگفتم حتما کدام چیزم کم است. فالوور انسان شخصیت انسان نشان میده. حالا یک نفر 1 میلیون فالوور داشته باشه ببین که در کجا نیست که دعوت میکنن. 3-4 لک فالوور داشته باشه در جای دعوت میکنن، الا فالوور داره. به همین شکل فالوور چطور شخصیت انسان نشان میده؟ هر چقدر فالوور زیاد داشته باشی اونم قدر عزت زیاد داری. واقعا در دنیای امروزه البته به گفته خارجی ها جنزی که مرش میگن، بله، نظر به فالوور انسان اما قبرش ارزش هم میتونه. درسته. خب بیاین یک بازی کنیم اگه خسته شدین. چرا ما خسته نمیشیم؟ قصه ها شیرین از سر چقدر قصه کنیم، خیلی لذت بردم تا فعلا برنامه. خب فعلا بخش این و آن است. ما 2 جمله رو براتون میگیم، 2 لغت البته، باید یکیش انتخاب بکنین و امکانم نداره کردش انتخاب بکنین. آماده هستین؟ آماده هستیم. پس بریم بخیر. پول یا شهرت؟ شهرت. چون اگه شهرت باشه پول هم میاد دنبالش. بله. یوتیوب یا اینستاگرام؟ یوتیوب. کتاب یا فیلم؟ کتاب. آیا واقعا کتاب یا که خب ما از فیلم چی یاد بگیری؟ از کتاب یک چیز رو یاد میگیری. واقعیت است. کابل یا اسلام آباد؟ در این شرایط فعلا کابل خوب است. کابل خوب است. بله. چای یا قهوه؟ قهوه. واقعا بی قهوه زندگی نمیشه، چون خستگی های کار و قهوه نباشه که نمیشه.
بله. شبکاری یا صبحکاری؟ خب صبح خوب است که با انرژی کار با میکنی. انرژی کار میکنی. ولی بیشتر شب دوست دارم چون آرام است، آدم میتونه دست آرام کنه. ما خمور رقم زندگی ما شد. حالا ما تا 7 بجه 8 بجه صبح بیدار هستیم، 7 8 بجه خواب میشیم تا 3 4 بجه 2 بجه بعد از اینکه خواب شدیم باز کارهای خود واقعا سخت است. راست میگی. و آخرین سوال، موفقیت یا آرامش؟ موفقیت باشه باز آرامش هم پیدا میشه. آرامش پیدا میشه. حسب جان، اگر یک روز یک مسئولیت خیلی بزرگ برات بتن در افغانستان، مثلا رئیس جمهور مثالش، اولین چیزی که تغییر میتی او چی است؟ ما کجا رئیس جمهور میشیم که ما چیز تغییر بدیم؟ مثالش یک روز مثلا احتمال میره که یک چیز براتون، یک مسئولیت خیلی بزرگ براتون بسپاره. چی رو تغییر میتم؟ والا هیچ نمیفهم چی رو تغییر بدم. ما تا دو شرایط قرار نگرفت. چرت رئیس جمهور شدن نکردیم که چیز کنیم، چرت از رو بزنیم که چی رو تغییر بدیم. خیر چرتای زدی باز پسانی سوال سوال دیگه. اگر 3 نفر خیلی مشهور نام ببری، کمرایش بری مثلا غذا خوردن، چی از افغانستان چی از خارج از کشور، او 3 نفر کدام اشخاص است؟ خب تا حالا ما پیشتر براتون یادآور شدم که ما امروی بعض دوستای ما هستن که ما و امروی ما ویدیو ساختن، ما امرویشان نساختیم. منظورم این بود آدمای مشهوره که امروز بری غذا خوردن مثلا چند قصه کنی، حتی میشه مثلا رونالدو، مسی، آدمای خیلی معروف. دوست دارم که کنار کسایی باشم که از او یک چیز را یاد بگیرم. یک منفعت از او ببرم که در یک جای دیگه از او استفاده بکنم. با مثل استاد شهرام که ازشان یک چیز خوب یاد بگیرم، با مثل استاد جمشید رسا و دیگه دوستا. به می شکل دیگه همراه کسی میخوایم باشم که از او یک منفعت خوب ببرم، یک چیز را یاد بگیرم. فکر کو به 10 سال گذشته برگشتی. بله. اولین جمله‌ای که به 10 سال گذشتهت میگی و از نزدیک میبینیش، چی نصیحت برش میکنی؟ چی نصیحت میکنم برش؟ که در 10 سال آینده چی کارا رو باید بکنه؟ چی نصیحت برش میکنی؟ چی کتابا رو بخونه؟ چی نصیحت برش میکنی؟ همین نصیحت هم میکنم دوستی نکنه، رفاقت نکنه. به خاطر که در این زمان رفاقت یا خوب نیست رفاقت، چون ما رفیق نداریم. این ما برادرای ما رفیقای ما هستن، هم 2 تا بچه همیم دیگه، تمام از رفیقای ما هستن دیگه. نمیخوایم که کس دیگه خراب شود یا چی میگن نشه کنن یا از مواد مخدر استفاده کنن. متاسفانه تا جایی که من دیدم البته اکثریت جوانای امروزی که از می مبتلا هستن. بله. خسرو جان، در سوشال میدیا یا بخش رسانه یا کامرا هیچ امکان نداره که یک اتفاق جالب نفتادهش؟ جالب ترین خاطره تان که در هنگام فیلم برداری افتاده و هیچ وقت یادتان نمیره کدام خاطره میتونه باشه؟ ما یک چند روز قبل یک چند دانه دختر خانم اومدن که همراه ما عکس بگیرن. از یک جای تا شدیم، 1-2-3 دانه دختر آمد عکس گرفت، تو رفت که نبوده موتر بالا میشیم دیگه. دختر آمد همراه فامیل خود عکس گرفت، وام رفت 1-2 دانه دختر دیگه آمد عکس گرفت که می عکس از او خلاص دیم موتر شدیم. گفت شور نخور. شما چیکار هستین که عکس میگیرین که دخترا؟ برادر ما عکس نگرفتیم و عکس گرفتم. میگه تو چیکار هستی؟ من گفتم تیک تاکر هستم. حتما خوش دارن همراه ما عکس گرفتن. نه گفتی رقم نمیشه بک بریم عوضه بریم. دیگه ما بسیار برای ما جالب بوده که باز رفتیم، باز شناختن، خیلی رویه خوب کردن، باز دوباره گفتن مشکل نیسته. خیلی جالب بودم. آینده خسرو الماس را چطور میبینی؟ آیندهش خوب میبینم اگه خوب فکر کنم. سر خود کوشش کنم خوب میبینم آینده ما. اگه کوشش نکنم امیر رقم کل وقت ما در کارهای ناقتیر کنم خراب میبینم. خب دوستای عزیز، واقعا حرفای جالب را با خسرو جان داشتیم. حالا هم یک میان برنامه کوتاه داریم، در بخش آخر برنامه یک سورپرایز هم براتون داریم، پس با ما باشین در ادامه برنامه. سایس لال نصر ما گوسپنده را لالا سنا او دختر مرا فریب داد، بسیار یک دختر بد بود. در زندگی سریت کس اعتبار ندارم، بجز تو لالا سنا، بجز تو سریت کس اعتبار ندارم در این زمانه. لالا خسرو بجز ما سر هیچ کس دیگه اعتبار نکو.
سعی برو لالا جان، برو بخیر بری خانم. بیادر قرآنی مستی. دوباره خوش برگشتیم بینده های عزیز. واقعا خسرو جان خیلی تمثیل خیلی جالب بود. من خیلی لذت بردم، بینده ها مطمئن هستم لذت بردن. آهسته آهسته نزدیک میشیم به آخرای برنامه. اگر پیام دارین که در دلتان هست و میخواین از طریق شما، چون جوانا قشر خیلی مهم جامعه ما را تشکیل میتن، پیامی که به جوانا داشته باشین از طریق لنز دوربین ما، همین در خدمت شماست. قربانتان سلامت باشین. کدام گفتنی خاص ندارم. همین گفتنی را دارم که آزار و اذیت کم کنن و یکی که نام خدا هر سفر بالا کنی قد تیک تاکر زیاد شده. اگه تیک تاکر میخواین شوین یا میخواین شهرت پیدا کنین، شهرت را پیدا کنین به شکل خوب، به شکل مثبت، به شکل بد و منفی نه. همونطور است نه؟ بله. حال بعض دوستای ما هستن که میخواین شهرت پیدا کنن، از همین دو شروع میکنن، چون در صفات مجازی تو فامیل نیست که نباشه. همین هر سفر بالا میکنی که دوایی چتی هست و بیادبی هست. نگه با مو خاطر با مو فامیل هم انسان موبایل دادن نمیتونه. میفهمه که تمام از این مجازی دو هسته. حالا من عکس یک نفر ببینم جلو که تیر میکنم ولی که دو میزنه. دیگه این پیام هسته که از راه مثبت پیش برین. واقعا خیلی پیام خوب بود. هموطنان وقتی که میخواین مشهور شوند راههای مثبت هم هست. مثل خسرو جان خیلی ویدیوهای آموزشی، ویدیوهای اسلامی، هم ویدیوهای خنده‌دار. واقعا ما یک چند ماه هست که ویدیوهاتون رو میبینم. واقعا خودم شخصا طرفدارتون هستم. ویدیوهاتون خیلی ارزش دیدن نداره، میشه گفت. قربانتان سلامت باشین. بازم خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. واقعا برنامه خیلی خوبی داشتیم با شما. قربانتان زنده و سلامت باشین و خیر باشین. تشکر. خب بینده های عزیز، این هم بود قسمت دیگری از بزم رفاقت. امید که مورد پسند شما قرار گرفته باشه. اگر انتقاد و پیشنهاد دارین میتونید در بخش کامنت ها با ما با اشتراک بگذارین. تا یک برنامه دیگر که من در خدمت شما هستم، شما را به علای بی‌نیاز میسپارم. روزگار بر شما خوش.